برعکس حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوش باشه هرچی که هستید. اومدیم با یه پک اوپنینگ از یه باکس خیلی خفن که 2 دفاع خیلی خفن و بهترین دروازه‌بان بازی، بهترین دفاعی بازی اومده تو بازی که به نظر من بهترین باکس برای سکه زدنه. خب امروز میخوایم این باکس رو باز کنیم ببینیم چی میده بهمون. خدا کنه این دروازه‌بانه که خیلی عالیه و همینطور کاناوارا، پیتر اشمایکل و فیلیپ لوهام اینا عالی هن. اگه به همون بده بریم واسه یه دونه 100 تا اول یه 100 تا بزنیم، از روش استفاده کنیم ببینیم چی بهمون میده. خدا کنه یه دونه سوپر پیک بده. خب اولیش هیچی نداد، دونه 4 ستاره. تلاش اول خوب بود. بریم دومی رو بزنیم. دو و 3. اینم از دومین تلاشمون. اینم هیچی نشد. یه باگ خیلی خوب بریم بندازیم اینجا و در جای دروازه‌بان و نوک حمله رو عوض میکنیم. بعدش هم بریم این تو. حالا بیایم بریم تو باکس یه نگاه بکنیم و برگردیم بیایم 7 کنسل کنیم. 1 2 3 4 5 6 و 7. بریم تو کارش ببین میده یا نه. انشالله که بده. فکر نکنم بده با این چیزا. فکر نکنم با 2000 تا چیزی بده، ولی خدا کنه یه چیز خوبی بهمون بده. واقعا سکه داریم میزنیم واسه این باکس و اینا. خدا کنه حداقل یه چیزی بهمون بده. نمیدونم الان 900 تایی بزنم یا نه. دیگه فعلا 100 تایی بزنیم بعد بریم سراغ 900 تایی. نمیدونم حقیقتش با 100 تایی فکر نکنم چیز خاصی بده، ولی من که دلم روشنه 900 رو بزنم یه کدومو میده. یک دو یه دونه دیگه بزنیم 100 تایی شاید داد. حتی هایلایت هم نداده، همش 3 ستاره بوده. شانسمون بده واقعا. دارم کلافه میشم. یه دونه دیگه 100 تایی میزنیم بعدش میریم 900 میزنیم. یه دونه هایلایت داد. بریم یه 900 بزنیم. یه بار دیگه چک کنیم. 1 2 3 4 5 6 و 7. به عشق کریستیانو رونالدو خدا کنه یه چیزی بهمون بده واقعا. بنازم داد بنازم بریم ببینیم تو ورزشگاه چی شده. دور و بر ورزشگاه رنگی شده. دمش گرم.
به به آقای کاناورا، آقای کاناورا رو در آوردیم. بنازم فقط بنازم، فقط میتونم بنازم. یعنی بهترین بازیکن واکس رو به همون داد، یعنی دمش گرم، بهترین بازیکنی که میتونست بده. یعنی واقعا خدا رو شکر میکنم، خیلی عالی شد. فکر نمیکردم به اون بده. با این مقدار سکه واقعا کاناورا رو در آوردن خیلی دور از انتظار بود. واقعا فکرشو نمیکردم بهم بده. بریم تو ترکیب بذاریم ببینیم چطوری شد. به به آقای کاناورا، ببین یعنی یکی بهترین بازیکنای بازی. بذاریمش جای این، مکسش کنیم. اینم لول ترینینگ دارم، مکسش کنم انشالله که داشته باشم. خب واقعا خوشحالم از اینکه اینو گرفتم. بهترین بازیکن بازی بود. به 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 به، یعنی واقعا من عاشق این بازیکنم. اوورالش هم 105 شد. میشه اینجا یه بوستر بهش بدیم ببینیم چجوری میشه. اگه بوستر هم نداریم آقا فعلا همینطوری خوبه بدون بوستر. آقا خیلی عالی بود، یعنی بهترین بازیکن بازی رو ما گرفتیم. شک نکنید که بهترین بازیکن بازی. خیلی ممنون از اینکه این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. اگه خوشتون اومده لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خدا نگهدار دوستان عزیز.